دیروز در هرات و امروز در بامیان شکایت شهروندان از افزایش نرخ‌ها در ماه مبارک رمضان، به ویژه قیمت گوشت مرغ. بامیانی ها میگویند قبل از ماه مبارک رمضان 1 کیلو گوشت مرغ در بازار بامیان از 130 تا 140 افغانی به فروش می رسید، اما حالا قیمت فی کیلو گوشت مرغ به 260 تا 280 افغانی افزایش یافته، موردی که با انتقاد شهروندان بامیان روبروست. هفته تمام روزه را 280 و 300 تقریبا رسید گوشت مرغ وطنی. آمدم گوشت مرغ بخرم، ولی متاسفانه که در این ماه مبارک رمضان بسیار گوشت قیمت هم شده. 1 کیلو گوشت فی کیلو 280 افغانی فروش بازار است. نرخ بالا و دیگه فروشات کم شده نسبت به سابق. تقریبا در کیلوی 80 روپه 90 روپه بالا شده. ریاست شهرداری بامیان اما از تعیین نرخنامه مشخص در این زمینه خبر داده، میگوید کسانی که از آن تخلف کنند مورد پیگرد قرار میگیرند. له دغه نرخنامې څخه کوم دکاندار وکړله او موږ ته په اسنادو راورسوله، دغه نرخنامې مطابق عمل نه وکوئ، موږ به انشاءالله هغه د ښاروالۍ لخوا څخه جریمه کوو. بنابر تقاضای بیشتر در به خاطر ماه مبارک رمضان در کشورهای همسایه هم بایسازی شده که واردات یک مقدار با مشکل بر بخوره و در مارکت افغانستان قیمت‌ها بلند بره. با این همه شهروندان میگویند همه سالت در ماه مبارک رمضان نه تنها قیمت گوشت مرغ بلکه بهای سایر مواد خوراکی نیز افزایش پیدا می کند و دولت نیز بر نرخ‌ها کنترل ندارد.